سلام استاد منصور. فروشگاه شینایی ها. یا genau. سلام دوستان، یک ویدیو دیگه خوش آمدین. امروز بعد از چقدر وقت ما یک گنج گم شده را پیدا کردیم. ما این در مارکت نگویید جایشه. نه میگه. میفهمین چی است گنج گم شده؟ گم شده. او یک مارکت است که در داخل اول موقعیت داره. ایره ما تا بال ندیده بودیم. نه جدید کشف کردیم. امروز آمدیم بسیار چیزای جالب دیدیم اینجا. بسیار ارزان. یک چیزی بسیار خوبه که مردم افغانستان بسیار زیاد استفاده میکنن. کاربا هم است در فروشگاه چینایی، مارکت چینایی بسیار ارزان. 1 یورو 20 سنت. یک نو. دکان افغانی 2.5 یورو، اینجا 1 یورو 20 سنت. بله. دیگه شما بننده باشین. دیگه سعی کنین که چی چیزایی داره. چی است دیگه؟ نوشابه چقدر است؟ شما سعی کنین یک نوشابه چند سنت؟ 1 یورو تخفیف خورده بچه. نشان بده تجار نشده گلاسا رو چیزا رو. ببینین دوستان. بسیار چیزای خوب ما وجود داره. شما میتونن جنگ کافین آشای تلخ هم از آش مگی. این سعی کنید خیلی چیزای با نرخ خیلی ارزان. 1 یورو 69 سنت. بله genau. بیا بریم یک دور دیم. یک دور میزنیم شما باشین. 5 یورو یا 5 در لیدل بریم 11 رو یا genau. دیگه سس کار داریم. سس است. سس های بسیار اورجینال. چی رقم کنیم؟ ارزانی از مارکت چینایی ها. خونه ما خب جان بزن از به خود قیمت 1 یورو 20 سنت. بله. دکان افغانی برید 2.5 یورو بعد پدرزی. افغانیان را به جان بزن. شما من آدرس چه میگیم؟ آدرس استاد منصور آدرس دقیقه از کجاست؟ اولم دمو اولم کام زیرخانه روبروی دیکا. روبروی چیز است سلیمی بانوف مکدونالدز هم زیرخانه آدرس است. وای که کار است. نیست که کیک است. چه میگی؟ نه کیک ها رو ببینید چه کیک های ما اسپیشل است. خب دیگه چی گرفتی استاد منصور؟ بین پروورین کنید. فلاکیا جدید جدید. فقط یک بار بین ببینین بخورن. فکر کنم کل آلمانی ها اینجا میاد. یک مون ایندیا